داری منو کجا میبری؟ با هم بیا تا بهت بگم. اما شایلی ببین شاهینم اومد خونه. چرا وسط روز بهم زنگ زدی؟ به خاطر اینکه باید با ما بیای بیرون. کجا؟ شاهین از این عادت سوال کردن زیادیت خیلی بدم میاد. این اخلاقم هم خوب میدونی که هیچ خوشم نمیاد که همه چی رو برات توضیح بدم. من اصلا از برنامه‌های یهویی خوشم نمیاد. برنامه یهویی کار من نیست، برنامه خاله است. خاله گفت از وقتی دایی فوت کرده سیمین جایی نرفته، خودشو زندونی کرده. به خاطر همین ساکت مونده و همش توی خودشه. فکر کردم چرا نریم یه فیلم ببینیم. در ضمن از وقتی اومدم اینجا هنوز منو بیرون نبردی. شایلی تو اگه بخواین همه میتونیم با هم بریم بیرون.